امروز تاجیکستان در عرصه بین المللی به صفت کشوری صلح‌دوست و صلح‌آفر پیروی ارزش‌های دموکراسی و همگرایی شناخته شده است. من اندیشه‌های خود را دایر به قضیه کشور همسایه و دوست ما جمهوری اسلامی افغانستان 22 ایول سال جاری مفصل بیان کرده بودم. مشاهده و تحلیلان نشان می‌دهند که در مدت بیش از یک ماه گذشته وضعیت در این کشور متاسفانه باز هم مرکب و هلاکتبار و باعث نگرانی جدی ممالک منطقه و جهان گردید. ساکنان این کشور که بیش از 40 سال اخیر در شرایط جنگ و ناآرامی عمر به سر میبرند، وقتهای آخر با مشکلات باز هم بیشتری امنیتی و اجتماعی روبرو شدند. در رابطه با این بار دیگر خاطرنشان می‌سازم که برای به میان آمدن چنین وضع فاجعه بار مردم افغانستان با تاریخ و تمدن و فرهنگ چندین هزار ساله خود گناه ندارند. ناامنی و بدبختی که به سر مردم این کشور باستانی آمده است نتیجه دخالت کشورهای خارجی، یعنی فعالیت دایره‌های منفعت‌دار منطقه و جهان می باشد که حالا نیز ادامه دارد. 45 سال باز از اول تا امروز این یگان جای مخفیش دیگه نمانده.